سرچشمه تامین آبیاری‌کنی زمین‌های کشاورزی شهر حصار این دریای خانقاه و کانال حصار بوده. عین حال تمام تکنیک‌های پراقتدار اداره بهداشت زمین و آبیاری در شهر حصار برای تازه نمودن نهرها و زهر و زهکش‌ها روانه گردیده است. عین حال در 4 عدد جماعت‌های شهر حصار تکنیک‌ها به کار سفربر کرده شدند. از جمله در جماعت حصار یک عدد اکسکاواتور، در جماعت میرزا ریزا یک بولدوزر و یک اکسکاواتور، در جماعت نوآباد یک اکسکاواتور به کار مشغول هستند که در کانال‌های ماگیسترالی بین خواجگی و در کانال‌های داخلی خواجگی کارهای تازه‌کنی را ادامه داده ایستادند. در دوره تیرم و زمستان کارهای تازه‌کنی تعمیر انشاءات‌ها را آماده نمودن لازم است که اداره ما به این کارها تمام متخصصان و تکنیک‌ها را سفربر کرده است. طبق دستور سفارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان مسئولین ساحه جهت همساله زیاد نمودن میدان زمین‌های به گردش کشاورزی وارد شونده، اجرای برنامه دولتی از خودکنی زمین‌های نوی آبیاری شونده و برقرارسازی زمین‌های از گردش کشاورزی بیرون مانده برای سال‌های 2012-2020 را تامین می‌نماید. جهت اجرای این دستور از جانب کارمندان اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری در شهر حصار کارهای معین به سامان رسانیده می‌شود. زیاده از 25,000 متر کوبی کانال ها تازه کرده شد و 9,500 متر کوبی زهبور زهکش‌ها تازه کرده شد که تا آخر نقشه چاره‌بینی تیرم و زمستانه پورا شبکه‌های بیاری و زهبور زهکش‌ها تازه کرده می شود و به موسم 2022 آماده می گردد. این چنین در موازنه اداره ما 10 عدد پایگاه آبکشی می باشد که در این پایگاه هم تعمیر جاری و کپیتالی رفته ایستاده است. در این حال 2 تا محرک 320 کیلووات دست نمودیم و چرخ‌های کاری زیاده از 5 چرخ کاری آماده نمودیم. از جانب مسئولین ساحه با مقصد بهتر نمودن حالت ملیاراتیوی زمین‌های آبیاری شونده کشاورزی و بلند برداشتن محصول نوکی زهبور و زهکش‌ها تازه کرده شده، زمین‌های کشاورزی که حالت ملیاراتیوی غیر قناعتبخش داشتند به حالت قناعتبخش برگردانده شد. در این روند متخصصان ساحه نقشه دارند که تا آغاز موسم آبیاری زراعت‌های کشاورزی تمام شبکه‌های آبیاری را برای خدمت‌رسانی آماده نمایند.